Zafibek ozodi muborak baشه. رحمت خدا زنده باشه سلامت باشه. چی روحیه است آزادی؟ چی حس است؟ آدم فکر میکنه که اصلا فکر میکنه که در یک دنیای دیگه اومدی، فکر میکنه که در یک کشور دیگه بدی. چون اول لحظه اول است هیجانم شاید زیادتر است، گپم شاید بعضی گپ‌های باشه که بعدتر در خیال میاد. خدا را شکر با آزادی رسیدیم الحمدلله. ما با شما در همین به اصطلاح پیش در زندان سال کی آمده بود برای استقلال شما؟ مادر اومدن الحمدلله، برادرها اومده بودن. خدا را شکر. فرزندات نامدن؟ نه فرزندو را دیار کردیم. یاد داده هم میره کنیم؟ بله انشالله اینجا یک کلان سالا در این زندان بودن من یک عمام از دنیا گذشت، یک عمکم از دنیا گذشت. برام یعنی اولین تصمیم همین بود که یک عمای دیگه و یک عمک دارم پیش خونه رفتم و اول نور خبر بگیم بعد خب البته درباره شرایط زندان نمی‌پرسیم چون زندان است. ولی در هر صورت مناسبت رفتار چطور بود؟ الحمدلله بد نبود که اصحابی که شاید که ما را میشناختن الحمدلله. بعد ما هم در اینجا در کلوب فرهنگی که در کلوب فرهنگی مؤسسه اصلاحی که همکاری میکردیم، کار میکردیم، من دلیل مالی مثلا از همین سبب شاید بسیار احترام میکردن. دستگیری ها هم میکردن بود که مثلا ببینید در ملاقات در دراز مدت یعنی شما گفتن میخواید که نسبت به بعضی شما مناسبت خاصی؟ بله فکر میکنم که از اون سببی که هم میدونستن که ما کی هستیم. در مبحثی که شما بودین چی کسای دیگه از روزنامه‌نگارا و اهل ایجاد و اینجا با ما اکا احمد ابراهیم بود، دلیر مولی در اینجا است، عبدالله غربتی در اینجا است، خوشروز خوشام غلام وفنی خوشروز هم اینجا است، جمعه خوشروز. بعد اکا عبدالقادر رستم در اینجا است، نویسنده روزنامه‌نگار. اکا عبدالقادر است در اکا عبدالخلیل است. اینا سالاشون یکان چی کم شد یا نه؟ از اکای عبدالقادر رستم با فکرم ما داشت با فکرم مورد او تطبیق نشد. از اکای احمد ابراهیم 3 سال، از دلیر مالی 3 سال، از عبدالله غربتی 3 سال و از خوشروز که ما داشت دیگه بود 1 سال مولد اجازهشون کم کرده شد. یعنی بعد 5 ماه ان شاء الله عبدالله هم با آزادی میبره. لحظه که شما به اصطلاح در دادگاه سود میشدین شما گفته بودید که من بیگناه است، ولی که مثلا 4 سال و 10 روز چیش دیدین عفو شدید. از این نظرتون چی است؟ لرسی نمیدونم از فضا را یک بار مختن در کار خوب ما گپی میگفتگیم اون یعنی گفتیم نسبت اونه که نسبت پروندهمون طریق خود با از زمین مؤسسه اصلاحی با پروکوروری به نام پروکوروری گنرالی در سال 2023 با طریق خود راهبر ریاست اجرایی جزا مکتوب روان کردیم نسبت پروندهمون که دیده برآمده شود و بعدا طریق امبودسمن امید بابازاده هم باز یک مکتوب دیگه پروکوروری گنرالی باز روان کردیم نسبت پرونده بود. متاسفانه با هم پرونده یعنی هم جواب اومد که دلیلات تصدیق چه افتادگی. نقشتون چی است؟ با کار زمانی برمیگردین ساحه را ترک میکنین؟ درستی میگم که من هیچی گفتن من نمیدونم آنها که یک فضا را دیدم در کار فکر میکنم با یکم صاحب کاری مشغول شدن خوبتر است. فکر میکنم یعنی نیت نداره با کار زمانی بره. ما یک روزنامه‌نگار هستیم اصلا فکر میکنم که نمیشه که از یک کسبی که در وجود انسان دست بکشه اینکه به هر حال از اونی که مثلا در همون قانون عفو اومده است که با کار اونایی که از مؤسسه اصلاحی یعنی آزاد میشن با کار تامین کرده شدن کوشش میکنیم به عریضه با یکم وسایل اخبار عمومی برای کار مراجعت کنیم. یعنی برای کار فرزنده وقتی که به زندان به خبرگیری شما می اومدن و اینا بسیار برای اونا قیم بود، بسیار برای فرزنده قیم بود. این بود که ما اصلا یکم سفر خارجی هم قریب که نرفتیم از اینکه یک روز دو روز اگر یکم سفرهای کاری می رفتیم ما همیشه خاطر فرزنده بودیم برای مگر دو روز ما ده می رفتیم بسیار اونو زنگ می زدن از تلفن مادرشون زنگ می زدن که اوتاجون کی میایی بعد ما میگفتیم که بچه‌م اینا شام میشه روز میشه شام میشه روز میشه میام خیلی سو میکرد
وقتی که مرا بازداشت کردن برای اونو بسیار مشکل شد. یعنی یک نفری که ما دویم قطعی اونا بودم و هیچ وقت اونا رو یگون با مهلت 2 روز 3 روز زیادتر ترک کردگی نبودم. برای فرزنده بسیار سخت بود و هر باری که اینجا دختر می اومد میپرسید که پدرجان تو کی میای خونه؟ بعد من میگفتم که کی خدا بخواد شما دعا کنید خدا بخواد امروز که دعا کنین من میام. بعد این دخترچم که صنف یک است پاریسیمو میگفت که چی با ما هم دعا میکنیم خدا نمیشنوه. بعد میگفتم دعا کردن بگیره ان شاء الله یه روز میام. خیلی الحمدلله با اون روز رسیدیم. بچه‌ها که کلانتر بود همون دختریم که میگم صنف یک است همون قطعی هم صنفش شدن و تایت در ترمای جنگ کرده زده کرد. میره که خیلی میگم من چند بار اومد گفتم شون که بچه جان اوتای شما در ترمای شما جنگ نکنین یگم بعد میفهمین که چی گپ است. برای که اوتای شما در ترمای است گپ تحقیر نیست. اوتای شما واقعا در ترمای است. برای گپ نباید جنگ. بچه کلونیم به شور از اون که ما خواهد زندان شدیم میرفت کار میکرد. اگه یک مغازه هم پیش خونه بود رفته کار میکرد. یعنی تو جای کوشش میکرد که در یک زندگی کمک. 16 ساله است الحمدلله.